سلام. میگن روایت داریم که یکی از صفات بارز میلیونرها سخت کوشیه. حالا چرا اون کارگر ساختمون که اون همه سخت کوشی میکنه میلیونر نمیشه؟ حالا میشه جوابای مختلفی داد، ولی به نظر من چون یه چیز رو ادامه نداده. یعنی اینکه درسته کارگری کرده، از اولش یه چیز بوده، ولی اون یه چیز رو به نحو احسن ادامه نداده. مثلا تو همون مسیر کارگری خودش میتونسته اول یاد بگیره دقیقا همه چیز رو، بعدن شاگرد بگیره، بعدن بشه مثلا اوستاکار، بعدن میتونسته کنترات برداره، بعدن میتونسته مثلا یه ساختمان بزرگتری رو برداره، بالاخره به نتیجه بزرگتر برسه. ولی با توجه به اینکه باز هم سخت کوشی کرده و اینا نرسیده. به نظر من بعضی زمانها ما باید بمونیم فکر کنیم، اون ذهنمون درگیر کنیم که ببینیم مثلا اون کاری که داریم انجام میدیم اگه واقعا اول سخت کوشی هست یا نه، اصلا خودمون تنبلیم. اگه سخت کوشی هست چرا پیشرفتی توش نیست؟ تو این فکر کنید، به نتیجه های خوب میرسید. همیشه رو به جلو باشید.